سلام عزیزای دل، خوش آمدین با یک بلاگ دیگر با من در یک روز سرد بارانی. دوستا امروز قرار است با هم دیگه بریم الدی خرید کردن که بعض وسایل که با آشپزخانه لازم است آمدم که بخرم. آب لازم است که آب برداشتم. ای برم میایم سمت ترکاریا که یک یا 2 کیلو بادنجان رومی برمیدارم. ای برم سمت شیر آمدم که یک چند تا شیر میگیریم و این طرف هم که نان است، یک چند تا نان میگیریم که نان هم لازم است. اینجا ما آمدم از الدی بیرون، دیدم که برف میباره، اورم بسیار زیاد. یم از اولین برف امسال هامبورگ. اورم خیلی سرد ساخته بود. همگی دیگه در حال فرار سمت خانه های خود بود. ما هم عجله سمت خانه برگشتم که زودتر خانه برسم، چون هوا خیلی سرد شده بود دیگه. ایم از فضای زیبای برفی شما هم ببینین و لذت ببرین. و آمدم خانه یک قابلی مزدار درست کردم دور از دلتان.